رمضان ماه خوب و خاص خداست. رمضان ساعت مخصوص سناست. توبه ماه شریف رمضان دستگیری همه در روز جزاست. به خاطر آمد ماه شریف رمضان هر اون نفر که قدم مبارکش را به دکان ما میگذارد از انا همین تخفیف ماه شریف رمضان تحفه کرده می شود. آیا شما فکر میکنید که به عوض چیز خریدن؟ نه جانی برادر، همین که مهمان دکان ما شدی حتما که صاحب تقویم میشوی. البته که کشودن روزه با خرما این یکی از سنت های رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. اگر اون نفرهایی که میخواهند که حجامه بگیرن برای آنها تحفه جداگانه هم تقویم و هم خرما تقدیم کرده می شود. شما را به آمد ماه شریف رمضان برادران و خواهران تبریک و مبارکباد میگویم. رمضان یا رمضان یا خیرة الازمان قد انزل القرآن على النبي العدنان.